سلام، امیر هستم و خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از کانال EF Shadow Plays با بازی ای فوتبال 2026. خب من تو این ویدیو تیم PSG رو برداشتم و ترکیب 4-2-1-3 رو واسه چیدم. البته یه نکته خیلی مهمم واسه این ترکیب هست که آخر ویدیو بهتون میگم. قبل از اینکه بازی شروع بشه بهتون بگم که ممکنه بعضی جا از ویدیو رو کات کنم تا زمان ویدیو زیاد نشه. تیم رقیبم یعنی بارسلونا ترکیب 4-2-3-1 رو چیده. تا ویدیو شروع بشه ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و اگه خواستید کانال ما رو سابسکرایب کنید. در آینده حتما از تیم بارسلونا هم یه ویدیو میسازم و ترکیب خوبی رو ازش معرفی میکنم. توپ دست بازیکنهای بارسلوناه، اما توپ ازشون گرفتم، نذاشتن که حمله رو انجام بدم. یه موقعیت برای بازیکنهای بارسلونا که نذاشتم. حالا میتونیم ضد حمله بزنیم. توپ هنوز دست ماه. شوت و گل. بازی میشه 1-0. بازیکنهای تیم بارسلونا میخوان کامبک بزنن اما نمیذارم. سانت ضربه سر و بازیکنهای بارسلونا نذاشتن. یه موقعیت عالی که میتونم گلش کنم. پاس، شوت و به بیرون رفت. اونجا یه پاسکاری خیلی خوبی انجام دادم و میتونم اینو گلش کنم. شوت و دروازه‌بان گرفت اما توپ هنوز دست منه. میتونم گلش کنم. شوت بازم نشد. شوت و گل. گل دومو زدیم. بازی میشه 2-0. همونطور که گفتم این ترکیب برای تیم PSG خیلی خوبه، اما حتما باید باهاش تمرین کنید تا روش بازی باهاش دستتون بیاد. اینو سعی میکنم گلش کنم اما بازیکنهای بارسلونا نذاشتن. شوت و به بیرون رفت. توپ دست منه. میتونم اینو گلش کنم. یه موقعیت عالی. شوت و عجب گلی. بازی میشه 3-0. میخوان کامبک بزنن. یه موقعیت عالی برای بازیکنهای بارسلونا و گل. بازی میشه 3-1. مشکلی نیست چون هنوز 2 گل جلوییم. یه پاس اشتباه دادم. میتونن گل دومم بزنن اما نمیذارم. توپ ازشون گرفتم. یه موقعیت عالی. توپو گرفتن اما هنوز میتونیم یه موقعیت بسازیم. پاس اشتباه دادم و توپ افتاد دست بازیکنهای بارسلونا اما توپو پس گرفتم. به هر شکلی که بود توپو دور کردن. یه موقعیت دیگه میتونم بسازم. سانت و دروازه‌بان بارسلونا نذاشت. نیمه اول تمام شد. بازی تا اینجا یک کار 3-1. نیمه دوم میتونیم قوی تر بازی کنیم. نیمه دوم شروع شد. یه موقعیت عالی که میتونیم تبدیلش کنیم به گل. پاس، شوت و به بیرون رفت.
اگه تیم پی اس جی رو برمی‌دارید و این ترکیب رو واسش میچینید، حتما هجومی بازی کنید. میتونیم اینو گلش کنیم. پاس و به بازیکنای بارسلونا برخورد کرد. یه حمله دیگه که دروازه‌بان بارسلونا نذاشت و توپو دور کرد، اما هنوز توپ دست ماه. پاس، شوت و گل. بازی میشه 4-1. میشه گفت الان دیگه کامبک زدن یه جورایی نشدنیه. یه موقعیت عالی، میتونم اینو تبدیلش کنم به گل پنجم. شوت و به بیرون رفت. توپو باید به شکلی از این رد کنم، اما نذاشت. یه پاس عالی، اما بازیکن‌های بارسا نذاشتن. توپ دست بارسایی‌است و میخوان گل بزنن. یه موقعیت، اما توپ ازشون گرفتم. یه موقعیت دیگه، پاس، سانت، ضربه سر و دروازه‌بان چه خوب سیو کرد. تو این دقایق هم که 10 دقیقه تا پایان بازی مونده، باز هم ما داریم حمله میکنیم و میتونیم یه گل دیگه هم بزنیم. توپ دست اوناست، پاس دادن، توپو ازشون گرفتم. یه پاس اشتباه دادم، توپ افتاد دست بازیکنای بارسلونا. خطا شد. بازیکنای بارسلونا یه موقعیت داشتن که توپو ازشون گرفتم. الان یه موقعیت برای تیم پی اس جی شکل گرفته که توپو گرفتن. این بازی هم داره تمام میشه. این ترکیب پی اس جی که بهتون معرفی کردم خوبه، البته اگه باش تمرین کنید. یه نکته هم هست که آخر ویدیو بهتون میگم. Well, that was a tale of two very different teams. One driven, ruthless, prolific. The other quite the opposite in all of those. تنها نکتهش اینه که سبک بازی رو بذارید روی لانگ بال. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.